درود دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل خودتون. اومدیم داخل این ویدیو باگ گرفتن اسکار لولی رو با تک اسپین بهتون آموزش بدیم. چند تا ویدیو دیدم تا این باگ رو به دست آوردم. آره، بعد عیدتون هم مبارک. این ویدیو که الان که دارم میگیرم عید 1 فروردینه، ولی تا بیاد یکم طول میکشه. بعد بهتون قول میدم بچه‌ها رفته کیفیت ادیت، ویدیو، تامنیل، این چیزا بالا بره. لطفا بچه‌ها سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، کامنت، لایک. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اول برای این باگ باید چیکار کنیم؟ برای این باگ اول باید بیای کاراکترتو دخترونه کنی. الان این زیاد دختر نیست، باشین. اول میان اینجا گارنا، چون که دختر بازه، اول دختر رو سفید میکنیم. گاری خب این خوبه، دختر سفید دوست داره، چون هرچی کاراکتر دختر وارد سفید. قشنگش هم میکنیم. آره داره قشنگ میشه اینطوری، خیلی خوشگل شد. بابا خب واسه اینا میخوریم پاش. خب بچه همینطور که میبینید الان الان کاراکترمون دخترونه شد. بعد الان میایم پروفمون هم دخترونه میکنیم که گارنا مطمئن بشه ما دختریم، که دیگه بهمون بده با تک اسپین. چون هر چی دختر وجود داره همه چی رو با تک اسپین میکنن. بله این مثلا دخترونه است. بعد میای اینجا چوری نوز کنم، اینم میذاری رو حالت دخترونه. بچه‌ها باید همه این کارها رو بکنیم. آره خب تا اینجا. بعد میایم داخل این قسمت. اول 10 تا گل رویال میزنیم، لمس صفحه. خب آره 10 تا دیگه هم میزنیم لمس صفحه. آره 10 تا دیگه هم میزنیم لمس صفحه. خب دیگه تمام، گل رویال دیگه نمیزنیم. خب میایم این ایونت ماه رمضان کجاست؟ این بچه‌ها من میخوام اینو با 10 تا جم بنفش بگیرم با همین باگ. نگاه کنین چجوری الان نگاه کن. لاکیم هم الان صفر. نگاه کنین صفر. خب یه تک کشک اینو بده. اگه اینو داد دیگه 100% از کارم با تک اسپی میده. همینطوری میکنین رو ستی که میخواین. یه تک اسپی میزنید و بله تر رید دست خوش. تنها چیزی که نمیخواستم رو داد. خب بچه حالا میریم که اینم بزنیم دیگه تمام. خب حالا میریم که اسکار لولی رو با تک اسپین بگیریم. خب میزنیم رو. خب بچه اسکار لولی همونطور که میبینید یه تک اسپین میزنیم. داد با تک اسپین اسکار لولی رو داد. بچه حال کردین؟ بچه اگه به شما هم همینطور نگاه کنید، تک اسپین بود. اگه به شما هم با تک اسپین داد برام کامنت کنید و سابسکرایب کنید. اگه بهتون با تک اسپین داد دست خوش. نگاه کنید اینا اسکار لولی. این اسکار لولی بچه توکن هم چند تا داریم؟ توکن 122 تا توکن هم داریم. تا لول 3 میبریمش. خب دست خوش. لول نگاه لول به نظرم تا لول 3 قشنگ میشه. به نظرم لول 4 از همشون بهتره، چون قدرت های اصلیش باز میشن. دو ریت آف فایر، تگ دمیج. خود اسکار لولی هم
دو ریت آف فایر تگ دمیج، ریت آف فایر سرعت تیر، دمیج هم همون دمیج جونی که از طرف کم میکنه. چیزی هم که ازش کم میکنه ریلود گان کم میکنه. بعد لول 5 هم افکت بهش اضافه میشه یه خورده. لول 6 هم شکلش تغییر میکنه، یکی از پاوراش باز میشه. پاورش اینی که به وست و این چیزا دمیج بیشتری میده. لول 7ش هم که دنسش باز میشه، بعد یه کوسه هم اینجا میره و میاد. آره خب بچه ها بریم با هم دیگه داخل بتل تستش کنیم. خب بچه ها اصلا ویدیو ضبط نشد، نمیدونم چرا ویدیو ضبط نشد، نه ویدیو ضبط شد نه صدا نه چیزی. به خاطر همین الان من یه تورای دارم ریاکت میرم. وست یارو رو اینجا بنگلادشی کردم، سیاهش کردم وستش بکنم پرید سیاه شد کامل. خواستم ورش دارم دیدم نمیصرفه حتی ورش دارم. بعد آقا اینجا داشتیم در به در دنبال اسکار لولی میگشتیم، هم خودم هم یارم. بعد اسکار من هر وقت یه گان لولی رو گرفتم، هر چند از استارت کردم گان لولی گیرم نیومد. فکر کنم 3 دور استارت کردیم، یه دورش که درجا مردیم، درجا نه مثلا جز اسکوادای 7 توریا شدیم، اسکار گیرمون نیومد. یه بارم گشتیم اسکواد 5 شدیم، بازم اسکار گیرمون نیومد. بین اون همه گان اسکار گیرمون نیومد، بین اون همه انمی یکیشون لوتش اسکار نداشت. و آقا اینجا اسکار پیدا کردیم. بعد آقا اینجا دیگه فکر نکنم چیز خاصی داشته باشه. میزنیم جلو. آره من اینجا اولین کیلمو با اسکار زدم، واقعا خوب هد میخوره خدایی. بعد یارش اون بالا بود، یارشم زدم ناکش کردم اونی که بالا بود و آقا نشستم مدکیت زدم. حواسم نبود یا 2 نفر بالا بود. بعد حالا میام که فینیشش کنم، یه 2 تا از این چی بهشون میگن آتیشی ها انداختم بالا، دیدم 2 تا داره دمیج میخوره، 2 تا معتاد بنگی رفته بودن بالا، معلوم خط مردم گرفت، کمپش کردن اونجا خط مردم گرفته بودن. بعد آقا هیچ این گذشت، ولش کردم. یه دونه دراپ انداختم، یه دونه دراپ که انداختم دیدم بله دست خوش، از داخلش اسکار 3 خط گیرم اومد، شاخ در آوردم دیدم اسکار 3 خط افتاد بیرون. هر کاری کردم این 2 تا کمپی نیومدن پایین. بعد دیگه خودمون انمی داشتیم، رفتیم برا اونا. من هی میترسیم اینجا اونا هم بک منو بزنن. رفتیم برا اونا، یارو رو اینجا زدم، اینجا اینو زدم، یخ زدم. بعد آقا این یارشم با یه ذره دمیجی که داشتم زدم اینو. بعد دیدم یارم یهو داره دمیج میخوره، میرم بالا که میخوام برم بالا که ریوش بدم، یهو میبینم نه اینجا نبود. الان میرسه. اینجا که میرم ریوش بدم یهو میبینم میمیره. میرم بالا ریوش بدم یارم میمیره. و اینجا یه تلافی کردم، یه دونه اینا داشتم انداختم. بعد یه بای بای سامورایی بهش گفتم، رفت لابی. بچه سعی کردم حتی از نزدیک و دور و از همه فاصله با اسکار براتون کیل بزنم، چون داریم اسکار رو تست میکنیم دیگه. با MP40 و اینا نزدم. فکر کنم فقط یه کیل با پارافال زدم، اونم چون که اسکار نبود. همون اول بازی یه کیل با پارافال زدم، مگر بقیه‌اش رو همه رو با اسکار زدم. در اینجا یارم ریو دادم. خب بعد اینجا این دو نفر میخوام بیان پایین. همینجا وای میستم، یهو میبینم یکیشون پرید پایین، یکیشون هم کاراکتر مانکن انداخت اونجا. دوتاشون اومدن پایین. اینا اول یه بای بای سامورایی به این گفتم، رفتم برا اون که اونو بزنم، نمیدونم کجا رفت اصلا.
بعد اینجا پیداش کردم یه کیلخوری ناب، کیلخوری از این بهتر دیده بودیم. بعد اینجا دیگه هیچی نبود، سرعتشو 4 برابر کردم دیگه. اینجا دیگه فعلا چیزی نیست، هیچی توش نیست. آره رفتیم آقا، رسیدیم به اینجاست که جالبه. رسیدیم به اینجا یه لحظه من کوب کردم، دیدم یارو داره با ایکی بالا میزنه. نگاه کردم به دم وستم، دیدم هیچ جام نزده. یارو لامصب علنا داشت کفشامو میزد، با ایکی لولی داشت کفش میزد. رفتم یارمو ریو بدم، دیدم با ایکی دمیجم کرد. با وکونگ رفتم یارو رو زدم، دیدم مردم. گفتم دمت گرم، عجب منطقی داری گارنا. دیدم نه، یارش با اسنایپ زدم. گفتم آخه چی. بچه ها این بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اسکار واقعا گان عالیه، خیلی قشنگ هت میخوره. بچه ها لایک سابسکرایب یادتون نره، اگه دوست داشتین کامنت هم بذارین. بچه ها منتظر ویدیوهای جدید باشین و کیفیت پله به پله میره بالاتر، مطمئن باشین.